سلام به شنوندگان عزیز کانالم. امشب قراره یه داستان واقعی و ترسناک براتون تعریف کنم که ریشش تو دنیای اینترنت شروع شد، اما خیلی زود به یه افسانه مدرن تبدیل شد. آماده اید؟ پس خودتون رو برای یه سفر ترسناک به اعماق جنگل آماده کنید، جایی که سایه‌ای بدون چهره منتظره. امشب داستان اسلندرمن رو براتون روایت میکنم. پاییز بود. یه شب سرد و مه آلود تو مهر ماه. سارا، نیما و رامین، 3 جوون عکاس تصمیم گرفته بودن برای پروژه دانشگاهیشون برن به جنگل‌های اطراف شهر. هدفشون ساده بود: عکاسی از طبیعت تو شب با نور مهتاب و مهر غلیظ که حس وهم‌آلود به عکساشون بده. سارا دوربینش رو آماده کرد. نیما یه سه‌پایه بزرگ آورده بود و رامین هم مسئول نورپردازی بود. جنگل ساکت بود، ولی نه اون سکوت آرامش بخش. یه جور سکوت سنگین که انگار چیزی توش پنهون شده بود. سارا یه لحظه دوربینش رو پایین آورد و گفت: نیما، حس نمی‌کنی یه چیزی عجیبه؟ انگار یکی داره نگاهمون میکنه. نیما خندید و گفت: سارا بس کن، فقط توهم زدی. این جنگل خالیه. ولی رامین که داشت نورافکن رو تنظیم میکرد یهو خشکش زد. گفت: صبر کنید، اونجا چی بود؟ همه برگشتن به سمتی که رامین اشاره کرد. تو تاریکی بین درخت‌های بلند یه سایه بلند و باریک ایستاده بود. نه شاخه بود، نه آدم معمولی. یه هیکل عجیب بدون چهره با دست‌های غیرعادی بلند که انگار به زمین میرسید. سارا آروم گفت: این چیه؟ قبل از اینکه کسی جوابی بده، سایه غیبش زد. انگار تو مه غلیظ حل شده بود. رامین گفت: باید از اینجا بریم، این اصلاً عادی نیست. ولی نیما که همیشه شجاع‌تر بود گفت: شاید فقط توهمه. بذارید بریم نزدیکتر ببینیم چیه. سارا و رامین با اکراه قبول کردن و راه افتادن. چند قدم که برداشتن، صدای خشخش برگ‌ها از پشتشون بلند شد. برگشتن، اما هیچی نبود. فقط مه غلیظتر شده بود. نیما دوربینش رو بالا برد و شروع کرد به عکاسی. فلش دوربین روشن شد و برای یه لحظه همون سایه رو دیدن. این بار نزدیکتر بود. یه هیکل بلند بدون فورت با کت و شلوار سیاه درست وسط درختا. سارا جیغ کشید و دوربین از دستش افتاد. رامین فریاد زد: بودو، باید فرار کنیم. هر 3 شروع کردن به دویدن تو جنگل. صدای خشخش برگ‌ها حالا از همه طرف می اومد. انگار سایه داره دورشون میچرخه. هر چند ثانیه نیما با فلش دوربین نگاه میکرد و هر بار سایه رو نزدیکتر میدید. انگار نه راه میرفت نه میدوید، فقط ظاهر میشد، هر بار نزدیکتر. سارا نفس زنان گفت: این اسلندرمنه، همون که تو اینترنت دربارش میگفتن. رامین با وحشت گفت: این فقط یه داستان بود سارا، واقعی نیست. ولی حالا دیگه هیچ کس مطمئن نبود. بالاخره به یه کلبه متروکه تو جنگل رسیدن. در رو با زور باز کردن و خودشون رو پرت کردن داخل. قلباشون تون میزد، نفساشون به سختی بالا میومد. نیما گفت: فکر کنم گمش کردیم. ولی سارا که از پنجره بیرون رو نگاه میکرد رنگش پرید. گفت: این هنوز اونجاست. تو مه درست بیرون کلبه همون سایه ایستاده بود، بی حرکت، بدون چهره، فقط انگار نگاهشون میکرد. رامین سعی کرد در رو قفل کنه ولی قفل شکسته بود. یهو صدای ضربه‌ای از سقف کلبه اومد. انگار چیزی روش راه میرفت. سارا شروع کرد به گریه کردن. گفت: ما نباید میومدیم اینجا. این چیز هرچی که هست نمیذاره بریم. نیما که دیگه شجاعتش رو از دست داده بود زمزمه کرد: شاید اگه چیزی بهش بدیم ما رو ول کنه. رامین با عصبانیت گفت: این یه هیولاست. یهو نورافکن رامین خاموش شد. تاریکی مطلق کلبه رو پر کرد. و بعد صدای زمزمه عجیب مثل یه انگون قدیمی و ترسناک از همه طرف بلند شد. سارا دستاشو روی گوشاش گذاشت ولی صدا قطع نمیشد. انگار از تو سرش می اومد.
صبح روز بعد جنگل ساکت بود. هیچ اثری از سارا، نیما و رامین نبود. فقط دوربین سارا وسط جنگل پیدا شد با چند تا عکس تار. تو یکی از عکس‌ها یه سایه بلند و بدون چهره درست پشت سرشون دیده میشد. پلیس پرونده رو بست و گفت احتمالاً گم شدن. ولی کسایی که داستان اسلندرمن رو میدونن که اون جنگل دیگه هیچ وقت جای امنی نیست. تا داستان بعدی مراقب خودتون باشید و یادتون باشه هیچ وقت توی جنگل مه آلود عکاسی نکنید.